سلام عرض میکنم. احمدیان هستم، مدرس نرم افزار رویت. تو این جلسه آموزشی میخوایم با هم ساخته میز جلو مبلی رو داشته باشیم. همونطوری که تو این تصویر میبینید حجم این میز ساخته شده از یک بلند 8 ضلعیه که سطح بالایی رو سطح پایینی کمی چرخیده. خب دیگه بهتره این محیط رو ببندم و وارد صفحه کارم بشم. تو قسمت فامیلی نیو باز میکنم. متریک جنریک مدل رو اوپن میکنم. کمی صبر میکنیم تا صفحه کارمون بالا بیاد. خب اولین کاری که توی این صفحه ترسیم باید انجام بدم اینه که یونیت کارمو مشخص کنم. من میخوام با متر کار کنم، پس یونیتم رو روی متر تنظیم میکنم تا 2 رقم اعشار بهم نمایش بده. اوکی. یه WT روی کیبورد میزنم. صفحه کارم 4 قسمت میشه: پلان، 2 نما و 1 تریتی. صفحه پلان قرار میگیرم، دستور بلند رو اجرا میکنم. تو قسمت دراو پلیگان رو انتخاب میکنم، تعداد اطراف رو 8 اوکی میکنم. 8 سلی میکشم به شعاع 40 سانت. خب حالا نوبت سطح بالاییه. ادیت تاپ. 8 سلی بالایی کمی از 8 سلی پایین بزرگتر و کمی هم چرخیده. 50 سانت مناسب. اوکی میکنم. اینم تو قسمت تریدیش. زومم خیلی عقبه، زوم میکنم روش و این حجم میتونم ببینم. ارتفاعش چک میکنم. ارتفاعش ارتفاع کمیه، 25 سانت. به 40 سانت قرارش میدم. مناسب. خب بهتر سطح بالایی رو کمی بیشتر بچرخونم. حجمم رو انتخاب کردم. ادیت تاپ میزنم. ادیت ورتکس. کمی تویست میکنم به سمت چپ. خب حجم کلیم در اومد. حالا باید پایه های میز رو درست کنم. وارد دستور سویپ میشم. پیک پد. مسیرم رو مشخص میکنم. کلیک 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 کلیک. مسیرم رو اوکی میکنم. حالا باید یه پروفیل بهش نسبت بدم. ادیت پروفیل. یه پروفیل دایره به شعاع 2 سانت. اوکی. حالت نمایشم رو روی شیدد قرار میدم که راحت تر ببینم. خب میبینید که پایه سمت میز ساختم، پایه سمت مقابل رو هم عین همین سمت. وارد دستور سویپ میشم. پیک پد. مسیرم رو مشخص میکنم. مسیر رو اوکی میکنم. ادیت پروفیل. باز هم پروفیل دایره‌ای و این بار هم شعاع 2 سانتی متر. اوکی. حالا نوبت سطح روی میزه. صفحه کاریمو رو سطح بالایی قرار میدم. صفحه کارم رو سطح بالا قرار گرفته. از دستور اکستروژن استفاده میکنم. سطح روی رو انتخاب میکنم. اوکی. ارتفاعش رو زیاده رو 2 سانت قرار میدم. حالا بلندی که اول کشیدم و برای کمک به ترسیم این میز بود رو پاک میکنم.
می‌بینید که حجم کلی میز در اومد. حالا باید متریال به پایه ها و سطح روی نسبت بدم. پایه رو انتخاب میکنم، تو قسمت پروپرتیز متریال، یه متریال جدید میسازم. اپریانس، یه فلز رو انتخاب میکنم تو قسمت متال. این فلز فکر میکنم فلز مناسبی باشه. حالت نمایشم روی ریالستیک قرار میدم، میتونم متریال هامو ببینم. این پایه هم عین پایه قبل، همون متریال رو براش اوکی میکنم. حالا نوبت سطح روی میزه. انتخاب میکنم تو قسمت پروپرتیز متریال. این بار یه شیشه میسازم. اپریانس، گلس رو انتخاب میکنم، یه شیشه سبز رنگ. اوکی. خب مشاهده میکنید این میز رو به راحتی تونستم تو محیط فامیلی مدل سازی کنم.